ساعت به وقتی پراگ 10 است و بینندگان عزیز در چند دقیقه دیگر من برای شما سرخطی موضوع روز رو میگم و فراموش نکنید که ساعت 1 به وقت پراگ ما برنامه خبری داریم که البته فراگیری موضوعی خواهد بود که حالا من برای شما معرفی میکنم و بر علاوه موضوعی که تا 3 ساعت دیگر به دست ما خواهند رسید. خب فکر میکنم موضوعی از همه مهم برای مهاجران در این شب روز موضوع انتقال پول به تاجیکستان است و باید گفت که در پی فعال شدن نظام نوی انتقال پول به تاجیکستان سر از امروز ظاهراً الکای سرگردانی مشتریان در بانک‌های کشور شروع شده است. گفته می شود شرکت‌های انتقال پول روسیه مثل کانتاکت، زلاتای کرونا، مانیگرام و وسترن یونیون موقتا فعالیت خود را باز داشتند و تنها طریق یونیستریم می شود پول فرستاد به تاجیکستان. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند تا به این مسئله روشنی اندازند و فکر می‌کنم تا شروع برنامه خبری ما تفصیلات را از آنها در دست خواهیم داشت. با فرو رسیدن سردی ها نرخ انگشت هم بالا رفته است. طبق مشاهده ها قیمت انگشت 30 سال قرغیزستان گران شده است. زیرا سوداگران میگویند مشتریان بیشتر از همین نوع انگشت خریداری میکنند، زیرا به گفته آنها به فرق از انگشتی به قبل توجیکی از قرغیزستان طولانی تر سوخته گرمی بیشتر میدهد. از طرف دیگر در شرایط دستنورس بودن گاز طبیعی کارخانه های کلان تاجیکستان هم به استفاده انگشت رو آوردند و در این باره ما گزارش خواهیم داشت. ضمناً نگفته نماند که همه ساله در تاجیکستان حادثه های از دود کربن جان باختن تعدادی از ساکنان ثبت می شود. ملیسه ها سخنی آخرینشان را میگویند. بعد مرافعه دادگاهی چند ماهه 4 مأمور سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه حرف نهایی خود را قرار است امروز در دادگاه بگویند. بر علاوه آنها درخواست نمودند که ضمن سخنرانیشان رسانه‌ها نیز شرکت داشته باشند. ماموران پیشین ملیسه به شکنجه و سوء استفاده از وظیفه متهم میشوند. تفصیلات را ما در برنامه برایتان خواهیم گفت. یکی خانه میخواهد دیگری زمینی دهقانی. در برنامه امروز از بحث یک زن نوبینا با صاحبکاری در جنوب تاجیکستان برای شما گزارش می‌دهیم. دعوای دو طرف بر سر قطعه زمین است که حکومت نویای ووسه برای بنیاد خانه در آن به ساکنین معلول اجازه داده است، ولی صاحبکار دعوا دارد که در گذشته این زمین دهقانی او بود و برای بنیاد خانه اجازه نمی‌دهد. چون چرا رو بعد از 3 ساعت دیگر میتوانید بفهمید و من تنها یادآور می‌شوم که دادگاه‌های تاجیکستان تقریبا همه روزه دعواهای مربوط به زمین و خانه را بررسی میکنند. بعضا دادگاه‌ها نیز نمیتوانند این بحث را موافق تبدیل دعواگران حل کنند. در نتیجه گاه‌ها به مناقشه و زن و زنی هم کشیده می شود. ارچه سال نوی امسال از همه بلندترین در تاریخ تاجیکستان خواهد بود. با دستور شهرداری تا آخر همین هفته باید ارچه اساسی در مرکز پایتخت کاملا آماده شود. الکی از چند روز به این طرف گذاشتن ارچه آغاز شده است. در برنامه خبری شما میتونید گزارش رو در این باره تماشا کنید و البته در این برابر نظر ساکنان رو راجع به تجلیل کردن یا نکردن سال نوی میلادی بشنوید، زیرا طور شاید شما نیز آگاه هستید از چند سال به این طرف بحث ها در این موضوع بخصوص در عرفه سال نو اوج میگیرد. و همچنان درباره لیونل مسی امروز گزارش میدیم که با گرفتن توپ طلایی سزاوار دانسته شد. در این سبقت مشهور او رقیبش کریستیانو رونالدو و ویرجیل وان دایک را شکست داد. اکنون در اختیار مسی 6 توپ طلایی است. رقیب او رونالدو 5 توپ طلایی دارد. گزارش از جریان تقدیم این جایزه که در شهر پاریژ برگزار شد تقدیم شما میگردد بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر. و طوری هم گفتم بینندگان عزیز باز چند موضوع دیگر نیز هست که در صورت دریافت تفصیلات ما حتما در اختیار شما در برنامه خبری خواهیم گذاشت. و اگر شما نیز تا اون هر خبری دارید یا ویدیویی دارید عکسی دارید که میخواهید در باره آن با ما صحبت کنید تا دیگران نیز ببینند، لطفا در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات نوبتی. خدا نگهدار.